بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین نامی است مخصوص که لفظش همچون معنی هست منصوص. خدا کس را ز اول تا به آخر ندیده لایق اون غیر حیدر. رسول مؤتمن بی جانشین نیست، ز آدم تا به خاتم بی وصی کیست. هبه از آدم و شمعون ز عیسی، که سام از نوح شد هارون ز موسی. بود این منزلت در شرع احمد، برای مرتضی از حکم ایزد. که در جنگ تبوک آن میر لشکر، به کف بگرفت خود تدبیر لشکر. علی را در مدینه جانشین ساخت، ولی او را از هجران دل غمین ساخت. از آن سو دشمنان ایراد کردند، خلافت را تخلف می شمردند. علی آزرده از نیش زبان شد، به نزد احمد مرسل روان شد. که در خیل ضعیفانم نشاندی، مرا از درگه وصلت براندی. به نرمی داد این پاسخ پیمبر، که جان توست با جانم برابر. تو هستی جانشینم در خلایق، مشو آزرده از حرف منافق. همون منزلگه هارون ز موسی، برای تو بود از من مهیا. بلی از روی حکمت حی ظلمن، نبوت را نموده ختم بر من. شریک منصبی اندر ولایت، نبوت از من و از تو وصایت.